در جلسه دوم دادگاه پرونده پرسر و صدای کشتار 4 عضو یک خانواده در ناحیه جیهون که در دادگاه ولایت قتلون صورت گرفت، گمانبر دوم محمد غیور خیباللویف هم از نشانداد قبلیش دست کشید و از شکنجه شدنش شکایت پیش آورد. خیباللویف گفت که همه نشاندادهای خود اقراریش در رفت تفتیشات پیشکی با استفاده از شکنجه گرفته شده است. من خود را در قسمت جنایت در ماده 244 دزدی گناهکار می‌سابم، ولی در کشتار عائله محمدوف من دست ندارم. اصلا این عائله را نمی‌شناختم و با آنها خصومت هم نداشتم. همه نشاندادهایی که قبلا من دادم در نتیجه لطوکوب و شکنجه کارمندان میلیشیا دادم. در شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جیهون روز سیومی که بازداشت بودم به لطوکوبم شروع کردند. به سرم خلطه کشیده با دوبینک و پایهایشان لطوکوبمان میکردند. هرچند میگفتم این جنایت را صادر نکردم، ولی باورم نکردند. به دست و پایهایم برق میگذراندند، به آن حد میزدند و به برق پیوست میکردند که تیار بودم به خودکشی دست بزنم. مرا 17 شبانه روز در بازداشتگاه موقتی شعبه وزارت کارهای داخله در شهر بختر نگاه داشتند. بعداً به بازداشتگاه موقتی انتقال دادند. دوبینک را چند مرتبه تا حلقم انداختند، گفت محمد غیور خیباللویف. هفته گذشته گمانبر دیگر در این جنایت مدهش قیامالدین نصرالدینوف نیز در جلسه دادگاهی روز 1 اپریل گفت که از نشاندادهای پیشکی داده‌اش دست میکشد، زیر آن همه را زیر شکنجه داده است. خیباللویف همچنین اظهار داشت که در نزد او کارمندان میلیشیا قیامالدین نصرالدینوف و عائله‌اش عدالت شرمت و را نیز لطوکوب کردند. 2 مرتبه وقتی از پروکراتور گنرالی آمده بودند، 1 مرتبه دیگر 1 نفر کلانشان. من گفتم که جنایت را صادر نکردم. بعد این شکایت باز به مورد لطوکوب قرار گرفتم. من آن شب حادثه در خانه مادرم بودم و از خانه نبرآمده بودم و نه با قیامالدین نصرالدینوف واخورده بودم، علاوه کرد خیباللویف. سیمومین کبیرو وکیل دفاع محمد غیور خیباللویف از دادگاه درخواست کرد که برای زیرحمایه‌اش تشخیص روانشناسی تعیین کرده شود، زیرا بعد شکنجه و لطوکوب حالت روانیش خوب نیست. ما قبلا در رفت تفتیشات پیشکی درخواست کرده بودیم، ولی یک آموزگار را از دانشگاه دولتی بختر دعوت کردند که ما رد کردیم. بعدا مفتش به اشتراک من باز همون نفر را که ما رد کرده بودیم برده و تشخیص روانشناسی گذراندند. از این خاطر میخواهیم یک تشخیص روانشناسی درست گذرانیده شود، گفت کبیروف. هم قیامالدین نصرالدینوف و هم محمد غیور خیباللویف در دادگاه اظهار داشتند که ثبت ویدیویی که آنها جنایت را به دوش گرفتند قبلا تعریضی شده بود. در این حادثه نسبت به 3 ساکن ناحیه جیهون که در کشتار این خانواده عیبدار میشوند پرونده جنایتی باز شده است. محمد غیور خیباللویف و قیامالدین نصرالدینوف با ماده‌های آدمکشی، سوءقصد به آدمکشی و قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک و عدالت شرمت و عائله قیامالدین نصرالدینوف با ماده‌های آدمکشی، سوءقصد به آدمکشی و قصداً نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک عیبدار میشوند. کشتار پرسر و صدای پدر عائله و 3 فرزند نابالغش شب 12 ایون سال 2021 رخ داده بود. اهلدین محمدوف 39 ساله و 3 فرزند 8، 13 و 14 سالش به طور وحشیانه کشته شدند. قبلا وزارت کارهای داخلی کشور ویدیویی را وابسته به این جنایت نشر کرد که در نوار ویدیویی ساکنان امین ناحیه قیامالدین نصرالدینوف و محمد غیور خیباللویف نقل کردند که چگونه این کشتار را صادر کردند.